زولپیدوم رو شخصا من به گرگ بیابونم نمیدم. یک داروی خواب‌آور بسیار قوی که وابستگی سخت‌جوشی ایجاد میکنه و پدر فرد رو در میاره. در واقع زولپیدوم روی گیرنده های گابائه مغز تأثیر میذاره و یک نوع ترمز مغزی محسوب میشه که این سیستم ترمز مغزی باعث میشه که فرد استرس و اضطرابش به شدت کم بشه و خواب‌آوری بسیار بسیار خوبی رو برای فردی که مصرف میکنه در دفعات اول به همراه داره و همین باعث میشه که افراد دیگه نتونن بدون زولپیدوم بخوابن و آروم بشن. و مسئله بعدی اینه که افراد بعد از مصرف این دارو بعد از مدت زمانی مجبورن که تعداد این دارو رو افزایش بدن در هر بار مصرف تا همون حس حال اول رو از این دارو بگیرن. من داشتم مراجعه کننده‌ای که تا 70-80 زولپیدوم در شب مصرف میکردن. این دارو فوق‌العاده میتونه بیمارگونه باشه و مصرف این دارو باید حتما تحت نظر پزشک انجام بشه. به هیچ عنوان خودسرانه نباید زولپیدوم استفاده بشه. تحت نظر پزشک 2 الی 4 هفته نهایتا شما از این دارو میتونید استفاده کنید و پیشنهاد کلی من اینه که برای تنظیم خوابتون به جای مصرف داروی خواب‌آور روی تمرکزتون و روی بهداشت خواب کار کنید. خیلی خیلی بهتر از اینه که شما بخواید خودتون رو درگیر داروهای خواب‌آور کنید. سالم بشید.